که آخرین بار منو ببین. مریم بهت قول میدم که بعد از این فرصت شکایت رو بهت نمیدم. من پاسپورت تو پاره کاری کردم دیگه هیچ وقت نتونی برگردی پاکستان. حالا ببین که من با چی کار میکنم مریم. فقط ببین. من زنده هم ولی حالا روزا از مرده خیلی بدتره. من نمیذارم مریم اونطور عذاب بکشه. با خاله و شوهر خاله حرف میزنم که اجازه ندن. من نمیخوام با بچه هم از راه زور و اجبار وارد شم. خیلی خوب. بعدش تو هر تصمیمی بگیری ما बाबुल के अंगना की थी मैं कली नादान सी भोली सी लाडों से पली نمیدونم داره چی توی گوش دخترش میخونه. عرفان؟ الو، سلام عرفان. خدا رو شکر خوبم. تو چطوری؟ آره من که مشکلی ندارم. حالا از مریم میپرسم و بهت خبر میدم. باشه؟ باشه خداحافظ. کافیه دخترم، دیگه گریه نکن. من با احمد حرف میزنم و این سوء تفاهمو از بین میبرم. مریم عزیزم الان عرفان زنگ زده بود میگفت حاضر شید میخوایم 4 تایی بریم سینما. یالا بیا دیگه حاضر شو. من نمیام. اون خیلی محترمانه درخواست کرد. من نتونستم نه بگم. باشه اگه نمیخوای بری خودت بهش زنگ بزن و خبر بده. چرا نمیخوای بری دخترم؟ برو دیگه. خوبه یه حال هوایی هم عوض میکنی. فرح هم که میشناسی. اگه تو نخوای بری اونم برنامه‌شو به هم میزنه. نه زنده ای من نمیخوام اونا برنامه‌شونو به هم بزنن. با علاقه زیادی حتما برنامه ریخته. مریم لطفاً بلند شو. حاضر شو. زنده ای من خیلی سرم درد میکرد. قرص خوردم. میتونم یه چایی هم بخورم؟ آره پسرم الان میرم برات چای بیارم. مریم لطفاً دیگه دعوای دیشب رو فراموش کن. اگه ما نریم اونا خیلی ناراحت میشه. من نمیخوام برنامه‌شون به هم بخوره. واسه همین لطفاً برو حاضر شو. بابا احمد هر جور خواست من باش همکاری کردم. من اونجا دارم کار میکنم. خرج اون خونه رو من دارم میدم. با این وجود بازم دست روم بلند میکنه. آقا جمال حالتون خوبه؟ زیاد خوب به نظر نمیایی. آره یه خورده سردرد دارم. خب از مدیر مرخصی بگیرید و برید خونه و استراحت کنید. نه بابا مدیر نیست، رفته به کارخونه سر بزنه. اشکال نداره من بهشون خبر میدم. شما برید. باشه. بده من بهت کمک میکنم. نه 2 دقیقه دیگه تموم میشه. تو فقط حرف بزن. راستش یه حرف خیلی خاص دارم که میتونم بهت بگم. واقعا؟ چه حرف خاصی؟ فرح دخترم سری بیا اینجا. چشم خاله اومدم. من الان برمیگردم. مریم چه مشکلی داری؟ هیچ مشکلی. درسته تو دیگه ازدواج کردی. این خیلی خوبه که مسائل بین خودت و احمدو نمیخوای با من در میون بذاری.
ولی مریم ما با هم یه دوستی قدیمی داشتیم. ما مشکلاتمون رو با همدیگه در میون میذاشتیم. لطفاً بهم بگو که مشکل چیه. من نمیخوام برم. خب درسته، برنامه رو کنسل میکنیم. نه، از سینما رفتن حرف نمیزنم. تو نمیخوای بری مالزی؟ میشه بدونم چرا نمیخوای بری؟ دیگه تحملشو ندارم. دیگه توانمو از دست دادم. من زنده‌ام ولی حالا روزا از مرده هم خیلی بدتره. من باشه خاله، نگران نباشید. اول صدقه میدیم بعد میریم بیرون. از صدقه حرف میزنه؟ آره این بار نباید فراموش کنیم وگرنه بدجوری دوام میکنه. باشه درسته. احمدم هنوز حاضر نشده. پس یه چایی برام میاری؟ وای از چای دست نمیکشی. از چای درست کردن خسته شدم. ممنونم. مریم. عرفان، لطفاً این حرفا رو به کسی نگو. باشه؟ سلام علیکم. علیک السلام. امروز خیلی زود برگشتی. آره. مریم کجاست؟ با عرفان و فرح رفتن سینما فیلم ببینن. که اینجا به من و صوفیا هم گفتن بریم. من که گفتم نمیرم. به صوفیا هم گفتم همینجا بمونه. کار خوبی کردی. حالت خوبه دیگه درسته؟ آره یه خورده خسته شده بودم واسه همین زود اومدم. ناهارتو که خوردی؟ نه. پس برو دست و روتو بشور و سر حال شو. من برات غذا گرم میکنم و میارم. سلام علیکم داداش جمال. علیک السلام. چی شده؟ حال داداش جمال خوبه مگه نه؟ آره خدا رو شکر خوبه. یه خورده خسته بود واسه همین از دفتر زود برگشت. اتفاقی که نیفتاده نه؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاده. خب تو برو بشین من برم براش غذا گرم کنم. امروزم گذشت. نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاده. یه زنگم نمیزنه. مامان داداش اصلا به فکر نگرانی شما نیست. بذار این بار زنگ بزنه. من میدونم چطور به حسابش برسم. خب چرا خودتون به داداش زنگ نمیزنی؟ آره والا اینم حرفیه. خودم بهش زنگ میزنم. ایشالله که حال پسرم خوب باشه. مریم بره به درک. اگه میخواد بیاد نمیخوادم نیاد. فقط پسرم به سلامتی دوباره برگرده. بر نمیداره. نه خیر. خب بالاخره که باید برگرده خونش. ولی مریم دوست داره که یه مدت دیگه هم بمونه. اینم درسته. اون بیچاره که هر روز نمیتونه اینجا بیاد. حداقل یه مدتی کنارمون بمونه. در ضمن از اونجا چی میگه آبجی ریحانه؟ اون توی خونش خوشحاله؟ همه چی خوبه؟ آره خوشحال؟ خیلی خوشحاله. احمدم خیلی مراقبشه و آبجی رو که خودت میشناسی برای برادر و برادرزادش جونشم میده. آره حق با شماست. دعای منم همینه که بچه هامون توی خونشون خوشحال و خوشبخت باشن. آمین. حدس میزنم بچه ها بعد از فیلم دیدن جای دیگه هم رفتن. یه کاری میکنیم. تو بشین من میرم برات یه چیزی میارم بخوری. الان برمیگردم. تو چی کار کردی؟ مگه ندیدی؟
من پاسپورت تو پاره کردم. کاری کردم دیگه هیچ وقت نتونی برگردی پاکستان. تو دیگه تو چنگ من. جیغ بزن. هر چقدر دلت میخواد داد و فریاد کن. به اون زبونت که 40 متر دراز شده بود اونجا برای من آبرویی نذاشتی. الان باهاش جیغ بزن. منو تحقیر کن. یالا چی کار داری میکنی؟ ولم کن. منو اونجا تحقیر کردی مگه نه؟ جلوی همه هر دقیقه و هر لحظه منو بی آبرو کردی. جلوی پدر مادرت منو بی ارزه نشون دادی نه؟ حالا ببین که من با چی کار میکنم مریم. فقط ببین. امروز شنبه است. برای شنبه بعدی بلیت بگیرم. بگیر. جانم زنده ای بفرمایید. مریم، بابات داره صدات میزنه. باش مریم، برو. دایی جان صدات میزنه. بله بابا. ببین مریم، اگه با رضایت خودت بری خیال منم راحت میشه، وگرنه من خیلی دلواپست میمونم. همش دعوا میکنید یا میخواید گوش بدی؟ باشه بگو اونجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ وقتی اومدم همه چیو میگم. ولی مامان فعلا باید شما دست به کار بشید. الان باید یه کاری بکنید. بابا شما نگران نباشین. من نمیخوام با بچه‌هام از راه زور و اجبار وارد شم. به همین دلیل میخوام بگم که زمان داری. پس خوب فکر کن، خیلی خوب. بعدش تو هر تصمیمی بگیری ما قبول داریم. دایی جان چی شده؟ دایی جان یه اتفاق بدی افتاده. چی شده؟ دایی جان مامانم سکته قلبی کرده. خدا به خیر کنه. وحید و سنا و مامانو بردن بیمارستان. خدا خودش بهمون رحم کنه. انشالله که آبجی هیچیش نمیشه. دایی جان اگه مامان چیزیش بشه من چیکار کنم؟ من به جز اون دیگه هیچ کیو ندارم. نه خیر احمد، انشالله که حالش کاملا خوب میشه. دارم میرم برای فردا بلیت بگیرم. مریم بهم بگو تو میخوای با من بیای، میخوام برات بلیت بگیرم. این چه حرفیه که میزنی؟ معلومه که تو این شرایط سختی اینم باهات میاد. بیا من خودم باهات میام بریم بلیت بگیریم. بیا بریم. باشه که اینطور به نظر میرسه فرح خانم هنوز حالش گرفته است.
ببین فرح، تو اینجور روابط باید با فکر و دقت حرف بزنی. آره عرفان، از تغییر رفتار داداش احمد به نظر می رسید که من کارم اشتباه بوده. ممنون، تو یه جوری حلش کردی. تو دیگه همسر منی، شریک زندگی منی. اگه این مسائل کوچیکو من حل نکنم، پس کی باید حلشون کنه ها؟ تو خیلی خوبی عرفان. یه لحظه. چی شد؟ یه لحظه، این حرفتو میشه دوباره تکرار کنی؟ چرا؟ خب ضبط میکنم و بعدش به همه نشون میدم. خب یه لیوان چایی برام میاری؟ نه خیلی خوابم میاد، تو هم بگی بخواب. فردا صبح چایی میخوری، یالا بخواب. بخواب. من نمیذارم مریم اونطور عذاب بکشه. با خاله و شوهر خاله حرف میزنم که اجازه ندن اون بره. اون بیچاره رو دوباره به اون جهنم نفرستن. احمد چرا اومدیم خونه؟ باید میرفتیم بیمارستان، حال عمه خوب نیست. میری بیمارستانم میری. احمد داری چی کار میکنی؟ احمد دنبال چی میگردی؟ تو چی میخوای؟ خب این پاسپورت منه. تو چی کار کردی؟ مگه ندیدی؟ من پاسپورت تو پاره کردم. کاری کردم دیگه هیچ وقت نتونی برگردی پاکستان. تو دیگه تو چنگ من. جیغ بزن. هر چقدر دلت میخواد داد و فریاد کن. به اون زبونت که 40 متر دراز شده بود اونجا برای من آبرویی نذاشتی. الان باهاش جیغ بزن. منو تحقیر کن. یالا چی کار داری میکنی؟ ولم کن. منو اونجا تحقیر کردی مگه نه؟ جلوی همه هر دقیقه و هر لحظه منو بی آبرو کردی. جلوی پدر مادرت منو بی ارزه نشون دادی نه؟ حالا ببین که من باهات چی کار میکنم مریم. فقط ببین. عمه شما؟ آره من. تو انتظار داشتی که من سکته قلبی کرده باشم نه؟ قلبم از حرکت وایستاده باشه؟ تو به بابای من دروغ گفتی؟ این نتیجه همون واقعیتی که تو بهشون گفتی. حالا هم بکش. اصلا جیغ بزن. داد و فریاد کن. دیگه هیچ کس نیست که بهت کمک کنه. عمه مگه بهت نگفته بود وقتی اونجا رفتی از اتفاقات اینجا هیچ حرفی نمیزنی؟ من کار میکنم. همه خرج خونه رو من میدم. اینقدر منو تحقیر میکنن که اصلا نمیتونم بگم. احمد هر چی گفتمش دروغ بود. فقط کاری کرد که تو رو از اونجا بیاره. اون خفتی که اونجا به خاطرت کشیدم انتقامه. همشونو ازت میگیرم مریم.
فکرشم نمیتونی بکنی که چی کارت میکنه. تو به بابای من قول داده بودی که روم دست بلند نمی کنی. قول و قرارا بره بدرک. تو ما رو بدجوری عصبانی کردی. برای فراموش کردنش زمان لازمه. ولش کن. برو احمد، برو تو اتاقت. باید با صبر همه ی رفتاراشو تحمل کنی. هر جوری که اون بخواد باید به روش اون زندگی کنی. دیگه جات همینجاست. فهمیدی؟ Watch where you're going, maybe? I was going the right way. Jerk. Clumsy. So sweet. Oh, baby girl, get with me. 'Cause I thought I lost it all. نمیدونم دخترم اونجا داره چی میکشه. خیلی اشتباه کرد. من از همون اولش نباید اجازه میدادم اون با احمد ازدواج کنه. جمال تصمیم اشتباهی گرفت. فقط به این توجه کرد که اون خواهرشه. هرچی اون گفت و هرچی شنید چشم بسته قبول کرد. کاش این ازدواج سر نمیگرفت. صوفیا خیلی با محبت و با علاقه زیاد مریم رو خواستگاری کرد. کاش مریم با عرفان ازدواج میکرد. اینطوری دخترم جلوی چشم خودم بود. ریحانه؟ وقتی بیدار شدی خب منم بیدار میکردی. راستش من... چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ از احمد خبری نشد؟ نمیدونم حالا آبجی الان چطوره؟ بهشون زنگ بزن یه خبر بگیر که به سلامت رسیدن یا نه. الان بهشون زنگ میزنم، نگران نباش. باید با صبر همه ی رفتاراشو تحمل کنی. منم خیلی ازش عصبانیم ولی این چه بدبختیه دیگه. نمیدونم کی میمیره از شرش راحت بشم. کیه؟ خانداییه. جواب بده و سریع قطعش کن. زود باش. بله سلام علیکم دایی جان. علیک سلام احمد. پسرم به سلامت رسیدی؟ بله همین چند دقیقه پیش رسیدیم دایی جان. داشتم میرفتم سمت بیمارستان. حق با توه، برو. منو از حال آبجی بی خبر نذار لطفا. بله حتما. خدا نگهدار. خداحافظ. اوف. اونجا همه چی خوبه نه؟ آره به سلامت رسیدن خدا رو شکر. من واقعا خیلی دلواپس مریم. نمیدونم دخترم الان توی چه شرایطی. خیلی دلم شور میزن. انشالله که هیچی نیست و اونجا همه چی امن و امانه. فقط دعا کن که حالا آبجی خوب بشه. الان خیلی نگران آبجی هستم. اون بزرگترین تکیه‌گاه منه. آره من میرم برات چای بیارم. فکر کردم شاید امروز از شرکت مرخصی بگیری. آره همین برنامه رو داشتم ولی از شرکت زنگ زدن یه مشکلی پیش اومده مجبورم برم. در ضمن خاله اینجا بود خونه پر رونق بود. بعد از رفتنش خونه خیلی سوت و کور به نظر میرسه.
یه کاری میکنم میرسونمت خونه خاله اینا. برگشتنی از سر کار میام اونجا پیشت. اینطوری احمد و زنداداش هم اونجا میبینم. وحید راستش من با مامان تلفنی صحبت کردم. اون میگفت دوتاشون خیلی خسته بودن. همین چند دقیقه پیش خوابیدن. یه کاری میکنیم. دوتامون شب میریم بیرون. اول شام میخوریم و بعدش میریم به مامانینا یه سر میزنیم. باشه. هر جور خودت صلاح میدونی. خب دیگه من میرم. چقدر دلم میخواست بدو برم اونجا و با چشم خودم ببینم که مریم چه حال و روزی داره. خانم محترم خیلی تو عروسی خواهرش بهش خوش گذشته. خب امروز قراره کجا بریم؟ هر جا که تو بگی. ولی عرفان من حتی اسم جاهای خوبم بلد نیستم. واقعا؟ پس یه کاری کن. بهم اعتماد کن. تو رو یه جای خوب میبرم. باشه. پس من به مریم زنگ بزنم اونام حاضر بشن؟ آره بهشون بگو. در ضمن احمد حاضر شدنش خیلی زمان میبره. پسرم احمد و مریم دوباره برگشتن. کجا رفتن؟ راستش آبجی مسعوده سکته قلبی کرده. احمد و مریم با پرواز دیشب برگشتن. شما با مامان حرف زدی؟ آره مامانت بهم گفت که خیلی سکته خطرناکی بوده. بیچاره احمد خیلی نگران بوده. واسه همین سری بلیط گرفتن و برگشتن. من به مامانم زنگ میزنم. بزن. من نمیخوام برم. من زندم ولی حال و روزم از مرده هم بدتره. گوشیمو پیدا نمی کنم. همینجا گذاشته بوده. یعنی کجاست؟ اینم گوشی. دیدید؟ بهتون گفته بودم که اون گوشی داره. بهتون گفته بودم. اونطوری که شما فکر میکنید اون مظلومه، مظلوم نبوده. نه، الان روشنش نکن. باید روشنش کنم ببینم شماره کیا توی این گوشی. پسرم، همونطوری که تا الان با صبوری تحمل کردی امشبم تحمل کن. وقتی فردا سر کار رفت اون وقت گوشیشو چک کن. باید سر به زنگا گیرش بندازی. مشترک مورد نظر فعلا در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. چرا تلفنش هنوز خاموشه؟ چیکار کنم؟ به شماره احمد زنگ بزنم. نه، اون جلوی احمد نمیتونه درست حرف بزنه. عرفان نمیدونم چرا ولی رفتار داداش احمد خیلی برام عجیب به نظر میرسید. واقعا؟ نمیدونم چرا عرفان ولی حس میکنم که مریم باهاش اصلا خوشحال نیست. تو اینجوری حس نکردی؟ نه، به نظر من که خیلی نرمال بودن. خوشحال، سرخوش، شاداب. یعنی آدمایی که میخندن نمیتونن غمگین باشن؟ نه خیلی فرق. فکر نکنم اینطور باشه. ولی داری اشتباه میکنی. اینجور آدم‌ها توی دلشون غمای بزرگی رو پنهون میکنن. و مریم هم که بی خیال بابا، این حدس و گمانتو تمومش کن. برو داخل حاضر شو. منم میرم از مامان بپرسم که اون با همون میاد یا نه. باشه؟ باشه.
داداش کار خیلی خوبی کرد که پاسپورت مریم رو پاره کرد. حالا اون دیگه نمیتونه جایی بره. خیلی اذیت کرده. خیلی احمدو غمگین کرده. حالا احمد میدونه چطوری باهاش رفتار کنه. آره داداش خوب میدونه چی کار کرده. و مامان شما هم نیازی نیست دیگه طرف مریم رو بگیری. نباید مانع داداش بشین. مگه من دیوونم؟ معلومه که طرف پسرمو میگیرم. وحید رفته سر کار؟ آره امروز یه خورده دیرتر رفت سر کار. بهم گفت که بیام خونه شما. راستش منم دلم میخواست بیام اونجا، ولی واقعیتی نمیدونستم شرایط خونه چه جوریه. واسه همین گفتم نمیرم. راستشو بگم مامان، من نمیخوام تو دعوای خونه شما دخالت بکنم. آره درسته دخترم. تو خونه خودت خوشحال باش. خواسته منم همینه. خب دخترم برو استراحت کن. منم برم گوش بدم ببینم چی دارن میگن. باشه مامان، خدا نگهدار. احمد خودت گفته بودی که اتفاقی که بین ما افتاده رو دیگه فراموش کنم و از یاد ببرم. چرا حالا داری همچین رفتاری میکنی؟ چرا داری این کارا رو با من میکنی؟ چرا؟ خیلی بی‌طاقت شدی نه؟ یه خورده صبر. وقتش که برسه همه چیو بهت میگم. احمد من دیگه به هیچ کسی چیزی نمیگم. هرچی تو بگی رو حرفت حرف نمیزنم. اگه میخوای کار کنم خب به کارم ادامه میدم احمد، ولی خواهش میکنم این رفتارتو با هم درست کن. دیگه نمیتونم این رفتارتو تحمل کنم احمد. اوه پس نمیتونی تحمل کنی. میخوای چی کار کنی؟ منو ول میکنی یا فرار میکنی؟ نه احمد، این چه حرفیه که میزنی؟ احمد من کجا برم به جز این خونه؟ دیگه هیچ جایی یا ندارم. جای دیگه یا نداری نه؟ نداری؟ احمد ما میتونیم یه زندگی خیلی خوب برای خودمون بسازیم مگه نه؟ خودت گفته بودی که از پاکستان برگردی کار پیدا. ساکت باش. نیازی نیست بر من تعیین تکلیف کنی، فهمیدی؟ بعد از این اگه سعی کنی به من دستور بدی دندوناتو خورد میکنی. خیلی خوب باشه احمد، دیگه بهت نمیگم که بری کار کنی. نمیگم، هیچ وقت نمیگم. احمد ببین لطفاً بذار با مامان بابام حرف بزنم. اونا خیلی دلواپس منم، فقط یه بار بذار باشون حرف بزنم. هر وقت که این عقلت سر جاش اومد اون وقت میذارم حرف بزنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.